یکی در جای ششم و دیگری در جای دهم. جمله اون دسته‌هایی هستند که همیشه بازی این تیم تماما باز بهتر و زیباتر خواهد. خوب حالا بازی‌های موقوف مانده خود را که 2 یا 3 بازی حتی هستند برای ما و شما پیشنهاد میکند، مخصوصا هیئت دسته سرافشان حالا در اکران‌های ما و شما است و بلند میشود. از مرکز بازی شروع میگردد و ما با هیئت‌های دسته‌ها به طوری اما بازیگران سرافشان امکانیت را از دست دادند. محمد علی عزیز بویف ضربه سختی او پرتاب به جانب نوردین امراخولوف. نوردین در جریمه‌گاه با توپ، ضربه او و گل. نه، نوردین امراخولوف نبود، این بازیگر شماره 7 سنت الله اسماعیلوف با دوستان ارجمند. صحنه تکرار رو میبینیم. چگونه به کنار نسکف هجوم نوبتی دستش روی دوم میدهد. پرتاب داخل جریمه‌گاه نوردین امراخولوف، ضربه او و تو به تیر دروازه میرسد. خولوف تو را از شامرودوف میگذراند، پس او به مرکز جریمه‌گاه موقع برای امانوئل، اما امانوئل وانینگو ضربه در اجرای او و چقدر ضربه با سرعت و تیز. هجوم نوبتی سرافشان امکانیت برای فرهاد امیری، اما پرتاب نوبتی با جریمه‌گاه دسته سرافشان و ضروری است فرصت برای ارسال توپ به داخل جریمه‌گاه. محمد علی عزیز بویف ضربه او و چگونه بازی خوب. خود بازی برای شد در آن لحظه، ولی به هر حال داور صدایش که خود را بلند میکند. دوستان